کسی خواسته باشه نخواسته باشه، بگویم یا نخواسته باشه، حزب اسلامی یک حزب قوی افغانستان شمول است. هیچ کس نمیتونه که نقش حزب اسلامی را در نظر نگیره. اگر این پیوستن را آقای حکمتیار به خاطر امتیاز و جاطلبی میپیونده، این باز رو آوردن به صلح نیست. آمدن حکمتیار کوچکترین تاثیر در آمدن ثبات و امنیت در داخل افغانستان ندارد. به خاطر اینکه فعلا آقای گلبدین حکمتیار به عنوان توریست درجه چندم به حساب میاد. جناب ممتاز، آقای ممتاز، سوال ما اینجا آقای برنامه